این آقای محترم که حالا با زحمت تشریف آوردن و من خیلی خوشحال شدم از اینکه آقای خامنه‌ای سلام الله آمدند و حاضرن. ایشون آخه چه کرده بود؟ خب بگید آخه یه کار خلافی چه کرده بود ایشون که میخواستید ایشون را بکشید و موفق نشدید؟ الحمدلله. دیگرانی که شما کشتید و از بین بردید اینا چه کرده بودن؟ جز یه هو جمجالی شما میکردید که چه و چه و چه و انصار طلب و انصار طلب. مثلا این طورا نبود و ما ریشه هاش را میدانیم، لکن از خدای تبارک و تعالی میخوایم که همه را خدا هدایت کند و همه برگردند به دامن اسلام و همه خدمتگزار باشند. و من میل ندارم اونایی که از ایران رفتن بیشتر از این خودشون را مفتضح کنند. اونها هم نرن با اون انگل هایی که رفتند و فرار کردند